نمیزنه، الان هم محکم میگم نمیزنه. فقط یه استثناء داره، اگه اغتشاش بشه حتما میزنه. با هم قرار گذاشتن سر یه ساعتی بریزن تو خیابون، هر کی قیافش به سپاهی و حزب اللهی میخور ریشوه بزنن، با هم گله‌ای ریختن بیرون. همین کار پارسال سر سالگرد مهسا میخواستن بکنن که هوشیاری دستگاه اطلاعاتی بود که هیچ اتفاقی نذاشتن بیفته. مردم نفهمیدن، وگرنه 10 محموله سلاح و کلی شبکه رو گرفتن، دستگیر کردن. کارهایی که داره از مرداد میکنه تا اوایل آذر، الان اواخر آبان، یعنی تا 20 روز دیگه، برای اینکه این اغتشاش رو کلید بزنه. حملات وسیع سایبری، پمپ بنزین و بانک و اینا که مردم شاکی بشن، عصبی بشن. خرابکاری، آقای حاجی زاده که ضد بالستیک بساز، رفت داشت میساخت، تست اولش منفی شد. اسرائیلی میدونه اگه جنگ بشه ما مجبوریم شدیدتر بزنیم. 50 روز، 2 ماه بعد جنگ 7 راهبرد نوشته، کوتاه، برید بخونید، بهش دقت کنید. خب جنگ دیگه، اولین راهبرد برای نظامیه باید نوشته باشه؟ نه، باز اولین راهبرد برای مردم نوشته بر آحاد مردم واجبه که این انسجام رو حفظ کنن. اگر این انسجام نباشه اسرائیلی میزنه. از روزی که جنگ تموم شده همه میپرسن اسرائیلی کی میزنه؟ دوباره میاد. اینترنشنال و شبکه‌های مجازی اینا هم که راه به راه جو میدن که الان میاد، فردا میاد. اون جنگ روانی را انداخته، باید هم این کارو بکنه. خب ارتشی و سپاهی و نظامی و اینا کلا نظامیه. اینا دیدگاهشون نظامیه، میگن ما اینجوری فکر میکنیم، امشب میاد، اگه نیاد حتما فردا شب میاد، نه پس فردا شب میاد. از روزی که جنگ متوقف شده استدلالشون اینه، درست هم هست. اینا باید نگاهشون اینطوری باشه که آماده باشن. همه تحلیلگرای داخلی و خارجی و نتانیاهو و ترامپ و هر کی هم بری بپرسی، اونا هم از اون روز هی گفتن اولای مرداد، آخر مرداد، دهه اول شهریور، آخر شهریور، گفتن میاد میاد میاد. از روز اول گفتم نمیاد، هنوزم میگم نمیاد. برو تا 4 سال دیگه. جنگ قاعده داره، 2 تا 4 تا داره. یرخی نیست که یکی به یکی فوش بده، مثل دعوای لاتا نیست، مثل دعوای تصادف 2 تا ماشین نیست. اینجوری نیست. قاعده داره. قاعدش اینه، 3 تا سوال داره. اونی که میخواد به جنگه باید ببینه نسبت به دور اول پدافندش، سیستم دفاعیش چجوریه، بهتره یا بدتره یا همونه. آفندش، قدرت حملش نسبت به دفعه قبل بهتره. 3، دنبال کدوم هدف راهبردیه که امید داره این دفعه به دست بیاره، اون دفعه نتونسته بود. پدافند اسرائیلی چطوریه؟ پدافندش گفتم همین الان بهتون، تا تموم کرد، دوباره آمریکا به بدبختی الان بهش داده 25%، 150 تا، ولی پیکان 3 ذخیره‌ای نداشت. پیکان 3ش تقریبا ته کشیده است. یعنی این دفعه بیاد بخواد به جنگ، پیکان 3 کفاف نمیده، وضعش خرابتره. تو قدرت حمله چطور؟ چون میگن وقتی دفاع خرابه مثل فوتباله، بهترین دفاع میشه حمله. تو حمله چطوره؟ خود فرمانده جنگ اسرائیل الان براتون گفتم، میگه هرچی هواپیما پهپاد داشتیم استفاده کردیم، تونستیم نصف ایران رو آسمونش رو ببندیم، یعنی نمیتونیم بیشتر از این کاری بکنیم. این قانون برای ایران هم صدق میکنه. ما پدافندمون رو ترمیم کردیم، ولی از اولش هم ضد بالستیک نداشتیم. یارو با بالستیک بزنه میتونه پدافند رو دوباره بزنه. آقا دستور داد به خدا بیامرز آقای حاجی زاده که ضد بالستیک بساز، رفت داشت میساخت. تست اولش پارسال همین موقع ها اعلام کردن رسمی منفی شد. قرار بود تستای 2 و 3 رو انجام بده که این جنگه شد. هنوز پس شما ضد بالستیک رو ندارید. تازه اسرائیل 4 تا داره، 2-3 تا از آمریکا گرفته میخوره. چه برسه حالا بگید.
بنابراین این قانون هر کی دفاعش ضعیف داره و حملش رو قوی کنه در مورد ما هم صدق میکنه. اسرائیلی میدونه اگه جنگ بشه ما مجبوریم شدیدتر بزنیم. وقتی رئیس ستاد کل امیر موسوی میاد همینو میگه ما دیگه خط قرمز نداریم، ما شدیدتر خواهیم زد، ارادی نیست، این تصمیم، اصلا مجبوریم شدیدتر بزنیم. حالا سوال اصلیه این کدوم هدف راهبردیه که اسرائیلیه میخواد با یه دفاع ضعیفتر حمله ما قویتر، یعنی فشار روش بیشتر هم میشه، خسارت چند برابری میبینه. این کدوم هدف راهبردیه که بیارزه چند برابر هم خسارت ببینه، اصلا چند برابر هم نبینه به اندازه دفعه قبل؟ این کدومه؟ میخواد آقا و مقامات رو بزنه؟ دفعه پیش میخواست بزنه، غافلگیر هم کرد، نتونست، وای به حال این دفعه. میخواد هسته‌ای رو بزنه؟ خب یا زدی یا نزدی دیگه. اگه زدی که دنبال چی؟ اگه نزدی قوی تر از GBU 57 نداریم که؟ نه نیست. با چی میخوای بزنی؟ خودشون هم میگن. پس هیچی. میخوای بیای دفاعیمون رو بزنی؟ اون جاهایی رو که میتونستی زدی، اون جاهایی رو که دستت اصلا نمیرسه، از فردو عمیق‌تره دستت نمیرسه دیگه. تو فردوشو نتونستی، حالا وای به حال اینکه بخوای یه جای خیلی عمیق‌تر رو بزنی. میخوای اغتشاش بپا کنی؟ خب باشه. مگه دفعه پیش تونستی اغتشاش بپا کنی که الان بخوای بکنی؟ هیچ هدف راهبردی ارزشمندی وجود نداره که اسرائیلی بخواد بیشتر کتک بخوره اونو به دست بیاره. برای همینه که از روز اول گفتم جلو دوربین نمیزنه، الانم محکم میگم نمیزنه. فقط یه استثناء داره، یه دونه. با همون قدرت که میگم نمیزنه، اگه اغتشاش بشه حتما میزنه، اصلا ردخور نداره. چرا؟ اغتشاشو نتونست بپا کنه که بقیه مسیرشو 4 و 5 و 6 رو بره دیگه. اغتشاش بشه میاد که فازای 4 5 6 آوردن گروه‌های تروریستی، تثبیت درگیری، زدن زیرساخت‌ها. حالا فرق اسرائیلیه با من و تو در اینه، از روزی که جنگ متوقف شده نشسته دست به دعا که یا حضرت موسی یه اغتشاش تو ایران برسون ما بریم اینا رو بزنیم. کار داره میکنه، بی وقفه داره کار میکنه، صبح تا شب، شب تا صبح، برای اینکه اغتشاش رو کلید بزنه. اینی که ما خودمون تصمیم گیری و سوء محاسبه و سوء مدیریت داریم به کنار، این هیچ. او داره کار ویژه میکنه. یه جنگ ترکیبی 10-12 حوزه‌ای دارن که با ما اجرا میکنن، 401 هم کردن با آمریکایی‌ها، همه با هم. از جنگ شناختی و تحریم به کنار، کارهایی که داره از مرداد میکنه تا اوایل آذر، الان اواخر آبانی، یعنی تا 20 روز دیگه، برای اینکه این اغتشاشو کلید بزنه. یک، حملات وسیع سایبری، نه اینکه بره قوه قضایی و مجلس و اینو اونو بزنه، نه، دنبال اینه جاهایی رو بزنه عامل منفعه، مثلا همون پمپ بنزین و بانک و اینا که سری پیش زد که مردم شاکی بشن، عصبی بشن. دو، خرابکاری. کجا؟ جاهای اینجا باید حواست جمع باشه. یعنی اگر مردم ما حواسشون جمع بشه به این چیزا، اون وقت این میشه که خطر کمتر بشه. تهدید تو چشم باز میخواد نسبت به پیرامونت، به محیطت. کجا رو میخواد بیاد خراب کنی که بمبگذاری این کارا بکنه؟ جای زیرساختی، جایی که مثل پتروشیمی و نفت و غیره، یا جاهای برق. با حمله سایبری هم همین کارو میخواد بکنه البته، یعنی ایجاد اختلال کنه. بعدی ترور یه جورش صیاد خدایی ایناست، اون هیچ. ترور کور مثل کرمان و شاهچراغ و اینام داریم، اونم هیچی. ترور منافقین دهه 60 داریم، پارسال سر سالگرد مهسا میخواستن اونجوری همه رو ترور کنن. میدونید دیگه دهه 60 یعنی چی دیگه. یه ساعتی دهه 60 بود، منافقین درگیر بودیم، با هم قرار گذاشتن سر یه ساعتی بریزن تو خیابون، هر کی قیافش به سپاهی و حزب اللهی میخور ریشوه بزنن.
کلی آدمی که نه سپاهی بود نه چیزی، فقط ریش داشت، اصلا ممکن بود با جمهوری اسلامی نباشه، حتی اونا هم کشته شدن، شهید شدن، با هم گله‌ای ریختن بیرون. همین کار پارسال سر سالگرد مهسا میخواستن بکنن که هوشیاری دستگاه اطلاعاتی بود که هیچ اتفاقی نذاشتن بیفته، مردم نفهمیدن، وگرنه 10 محموله سلاح و کلی شبکه رو گرفتن، دستگیر کردن. اما این بار حتی اینم نیست، یه تروری میخواد بکنه که او حالا سعی میکنه، جمهوری اسلامی هم تو همه حوزه‌ای که گفتم داره کار میکنه خنثی سازی کنه این تهدیدات رو.